والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سخن من امروز با جوانانی است که دوست دارند در راه الله سبحانه و تعالی هجرت بکنند، ولی به هر حال مشکلات در برابر اونها است و این کار برایشون سخت است. نصیحتی که برای اونها دارم، تجربه که برای خود من شده است، به خاطر اینکه این راه برای شما آسان بشود، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی شما در راه قبول بکند. اولین چیز این است که از الله سبحانه و تعالی بترسید، تقوای الله پیش بکنید. الله سبحانه و تعالی اعمال را از انسان های متقی قبول میکند. انما يتقبل الله من المتقین. دومین است که الله سبحانه و تعالی میگوید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که از الله سبحانه و تعالی بترسد، خداوند برای او راه باز میکند. و يرزقه من حيث لا يحتسب. او را از جای رزق میدهد که اصلا گمان نمیبرد. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. کسی که از الله سبحانه و تعالی بترسد، خداوند کار را برای او آسان میکند. دومین امر این است که در نیمه شب برخیزید، دعا بکنید، از الله سبحانه و تعالی بخواهید، زیرا که در اون لحظه شب دعا حتما قبول می شود. الله سبحانه و تعالی در اون لحظه شب به آسمان زمین میاد و میگوید چه کسی است که از من بخواهد تا به اونها بدم. و سعی بکنیم که خودمون را اصلاح بکنیم، اصلاح نفس داشته باشیم، بر نفسمون پیروز بشیم تا بتونیم اینکه بر دشمنان خارجی پیروز بشیم. و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علی خیر خلق الله. السلام علیکم.